وزارت تندرستی تاجیکستان درباره خیلی کم شدن شماره بیماران کرونا ویروس در کشور خبر داد. بنا به آخرین معلومات این وزارت که شام 11 فوریه نشر شد، در یک شبانه روز آخر در کشور همگی 2 مورد سرایت شهروندان به ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در این زمان 12 نفر از آنهایی که قبلا به این ویروس گرفتار شده بودند شفا یافتند. بر اساس آمار وزارت تندرستی تا شام 11 فوریه در تاجیکستان در شرایط خانه و بیمارستان در مجموع همگی 15 نفر تحت طبابت از کرونا ویروس باقی مانده بودند. در اول ماه فوریه شماره گرفتاران تا 80 نفر گفته میشد. بنا به آمار رسمی وزارت از آغاز پاندمی تا شام 11 فوریه شماره عمومی گرفتار شدگان به کرونا ویروس در تاجیکستان به 17369 نفر رسیده. از این شمار 17230 نفر یا 99.1% از جمع سرایت شده ها شفا یافتند، ولی 124 نفر متاسفانه فوتیدند. از 21 ینور به این طرف در کشور در عموم 274 حالت سرایت کرونا ویروس رسما ثبت شده. خوشبختانه یگان حالت مرگ از این ویروس به قید گرفته نشده است. تاجیکستان طی اینک 2 سال پاندمی 2 موج بزرگ کرونا ویروس را پشت سر کرد که 124 قربانی کرونا ویروس محض در امین 2 دوره اوج پاندمی جان باختند. ولی منتقدان میگویند شماره واقعی قربانیان کرونا ویروس نظر به ارقام رسمی خیلی بیشتر است. هنوز سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی رویخط بیش از 400 شهروند تاجیکستان نشر شده بود که گفته میشد به علت کرونا ویروس وفات کردند. همینطور ده‌ها تن از زادگان تاجیکستان در کشورهای دیگر اساساً در روسیه قربانی کرونا ویروس شدند.